الله سبحانه وتعالى سورة عنكبوت بميقول كي ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. همین آیتند الله سبحانه و تعالی میگوید که یعنی آدما چی گمان میکنند، چی گمان میکنند، چی فکر میکنند، چی اندیشه میکنند. یعنی گمان میکنند که ایمان آورده میگفتند الله سبحانه و تعالی سون فتنه به گرفتار نمیشند، سون فتنه به گرفتار نمیشند، یعنی ابتلا به گرفتار نمیشند. یعنی اینا چی گفتیم؟ یعنی حمزه استفهام انکاری للتوبیخ. الله تعالی انکار کرده ساده این خیلی چیز نمیشد. یعنی فهمیدید این خیلی چیز چیه نمیشد، این خیلی چیز نمیشد. یعنی الله سبحانه و تعالی بنده ای که وای که خودش ایمان آورده میگه الله تعالی به وی لا شک چه ابتلا میکند. یعنی ابتلا معنیش اختبار، امتحان میکند. هم به میگه که ولقد فتنا، ما میگه به همین همونهایی که پیش از شماها بودن، پیش از همونها بودن، چی همشون چی بگرفتیم؟ یعنی ابتلا کردیم، امتحان کردیم، سنجیدیم که تا که الله دوند که کی صادق و کی دروغگوی است، که ایمانشان راست و کی ایمانشان دروغ میگوید. یعنی الله تعالی میدوند این چیزه، لیکن برای همین خداشو بیان کنوندن که یعنی تو که فهم که صادق است یا کاذب است. فردا روز قیامت اند خودت به حجت قایم کنونه. الان بیان انسان این چیز بیان چی بکنه؟ صبر میکنه. یعنی چیز که انسان که مؤمن، یعنی برای همین مؤمنیم که یعنی راه جنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میگوید که حفت الجنه بالمکاره و حفت النار بالشهوات. جنت راهش به چی؟ به دشواری ها، به مشکل ها، به سختی ها پر شده است. و اما راه دوزخ چی؟ به شهوت و لذت و آسانی به همین چیزها پر شده است. هم به جنت به در آمدن کار دشوار، این باید که انسان صبر کند. هم به وقتی که خباب ابن الارت رضی الله تعالی عنه، یعنی این صحابی کان سادس و سته از سابقین بود، یعنی 6 نفر مسلمان بودن روی زمیننده همراه رسول صلی الله علیه و 6 نفر بودن. همین ششم امینا که بود خباب ابن ارت بود. چقدر وایها به مشرکای مکه اذیت میرسوندن، آزار میدادن، میزدن، مالش نمیگرفتن، نفسشون به ضرر میرسون، اولاد و فرزند و همه همین چیزای صبر میکرد. حتی که یک بار چی شد؟ یعنی از حد گذشت عذاب و شکنجه هایی که مشرکای اینا برسانید. چی میگوید؟ یعنی اومدیم شکونا الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وهو متوسط ببردة له في ظل الكعبة فقلنا يا رسول الله ألا تستنصر لنا ألا تدعو الله لنا. رواية امام احمد عنده فاحمر وجهه وتغير لونه وقال كان رجل في من كان قبلكم يحفر له حفرة بالأرض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يصد ذلك عن دينه وما يصده ذلك عن دينه وكان يمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه فوالله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ولا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. حدیث بخاری با اومدگی. یعنی میگوید که خباب ما چیکار کردیم؟ میگوید رسول صلی الله علیه و آله و سلم شکایت کردیم. یعنی این آزارها، شکنجه ها، وزمینی ها، سختی ها، مصیبت ها چی کردیم؟ یعنی شکایت کردیم. یا رسول الله گفته اومدیم که رسول صلی الله علیه و سلم چوی برده، یعنی یک لباس مثل یعنی جمعه امروز همین گرفته، یعنی چیکار وساده کرده، یعنی سرش مونده سوی کعبه خوب
گفتم که یا رسول الله ما به چی یاردم نمیطلبی حیات دعا نمیکنه الله سبحانه و تعالی الله تعالی دعا نمیکنه حق ما به و رسول صلی الله علیه و سلم غضب کرد این چی سراسی مگی این چی بی صبری گفت که یعنی همون هایی که پیش از شما ها بودن همون هایی که پیش از شما بودن چیکار میکردن یعنی همین امت های گذشتن در وقتی که همین آدمی که یعنی الله به ایمان میآورد و همین توحید و با دین انبیاء به چنگ میزد و دین استوار میبود چیکار میکردن یعنی وای به یک چقوری میکفتن زمین به چقوری کفته و آدم هم چقوری به میموندن سونی اومده چی اره میوردن اره آورده بالای سرش به میمونن سونی مونده می بالای سر چی میکنن یعنی حرکتی میبرن بریده دو به تقسیم میکنن میخواد برای چی الدینت کرد یعنی سنت هم پیغمبرت ترک کن الراهی الدین پیغمبرت کرد گفته و نمیگردد همین عذاب تحمل میکند نمیگردد سون چیکار میکنن یعنی دیگه نمیدی عذاب شونه از آهن ساخته شده میبیارند و بدنش چی میکنن میتراشن وقتی که میتراشن تمام گوشت و روغناش و خوناش میریزه فقط چی میمونه استخوانش میمونه نمیخواد همین صبر نمیکرد دینش نمیگرده الله سبحانه و تعالی این دین پره میکنن میگه بس شما شتاب نکنید یعنی آسان میبیاد شما چی کنید یعنی صبر کنید فقط سراسیمه نشوید سراسیمه چی نشوید هم بیان یک چیزی که مثلا کمتر فتنه اومد مباشرتا یعنی سنت ترک کردن از دین روی این چی این مثلا صفت منافقا گفت الله سبحانه و تعالی سوره حج انده یعنی این صفت منافقا که کمتر یک فتنه یک امتحانی که از جانب الله تعالی میبیاد یک آدم ها یک فتنه شو امتحانش میبیند و این عذاب اومد گفته چی از دین میگردد این صفت منافقا اعوذ بالله این چیز صفت این چیزا هم میش سوالای وقت یک روز دو روز یعنی تو چی عذاب حساب کنی یعنی عذاب قبر یادت بیاد عذاب آخرت یادت بیار عذاب آخرت نه عذاب میگویم یعنی اما این عذاب دنیا الله تعالی چی عذاب نامید چی نامید نه فتنه نامید یعنی چی نامید یعنی فتنه نامید چی نامید فتنه نامید هم به الحمدلله حاضر این امروز مثلا هیچ کس مثلا چی اره واره با اره دو به تقسیم کردگیشون نه یا خیلی شونه های آهن واره مثلا تمام گوشتاش چی کرد این خیلی نه یعنی که یعنی وای میکنی مثلا سنت ترک کنی یا دین چی کنی یعنی نه انسان صبر میکند از الله سبحانه و تعالی چی میکند یعنی صبر میطلبد امروزا به یعنی هم به یکی از نام یعنی همین خیلی مثلا یعنی ابو بکر ابن نابلسی رحمت الله علیه یکی از الابا چیکار کردن یعنی و دینت گرد سنت ترک کن گفته چیکار کردن پوستش زنده کندن یعنی پوستش تراشیدن کندن از جسدش و چی میکند صبر کرد یعنی حالا میخواد مثلا یعنی انسان مثلا دنیا چه نمیترسه هم به الله تعالی میگه که انما ذلكم الشیطان یخوف اولیاءه فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین یعنی این چیزی که شما میترسید این چیز از شیطان الان خیلی شما های به هر نمی چیزا میترسونه این از شیطان یعنی این چیز این حقیقت ندارد این چیزا حقیقت ندارد تو عذاب قبر عذاب مثلا دوزخ یادت ببیاری این عذابا یعنی تو به چی نمی نماید برای همین الله تعالی این چی نامید فتنه نامید امتحان نامید یعنی هم به الله تعالی میگه انما ذلكم الشیطان یخوف اولیاءه این که است یعنی این شیطانه که شما های میخیل مثلا چه به هر نمودی چیزا میترسوند یعنی همین بیان امام قتاده ابن دعامه السدوسی رحمت الله علیه میگوید که اگر آدم ایمانش با قوت باشد این چیزا برای وای چی نمی نماید نه اگر ضعیف باشد و همین خیل چی باشد از همین خیلی که میگن امورچه چی کو میسازد فیلم میسازد یعنی این چیز نشدن در کار صفتی منافقای خودش بده میگرد آدم چی میشه مؤمن میشد با صبر میشد هم به چی گفتیم یعنی صبر گفتیم این چیز چیز عظیم هم به رسول صلی الله علیه وسلم حدیث ابو مالک الاشعری رضی الله تعالی و ارضاه امام مسلم روایت کرده میگوید که علیه الصلاة والسلام میگه الطهور شطر الایمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأ او تملأان ما بين السماوات والارض والصلاة حجة نعم والصلاة نور
والصدقة برهان والصبر ضياء. والصبر ضياء. القرآن حجة لك وعليك فكل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها وموبقها. همین حدیثان در رسول صلی الله علیه وسلم صبر چی نامید؟ ضیا نامید. ضیا معناش ببینید چی؟ ضیا یک چیزی که نور میدهد. هم به الله تعالی آفتاب چی نامید؟ ضیا نامید. و قمر محتاب چی نامید؟ نور نامید. دیگه هم با حدیث صدایم که ماه کدی ماه یا برا پشت کوبه همین ماه چی کرده؟ یعنی همین ماه چی؟ نور نامید الله تعالی. نگرید وقتی که ماهان داشته ما از ماه نور میگیریم، نورش به مثلا فایده گرفته استفاده یک دید که عذاب نه، یعنی این گرم نه مثلا هیچ خیلی چی نه. لیکن تگی آفتاب نمیخواد اشته میتونید می نمیتونید. آفتاب نورش میگیره، لیکن برای نور آفتاب گرفتن باید که چیکار کردن کار؟ صبر کردن کار. خلاص من گرمی به صبر نمیکنم گفته از آفتاب شوید، یعنی بی آفتاب حیات هست می نمیتونید زندگی کردن بی آفتاب. بی آفتاب زندگی نمیخواد، بی صبر انسان زندگی کردن نمیتواند. هم به عمر رضی الله تعالی عنه میگه که وجدنا لذت عیشنا فی الصبر، یعنی حلاوت شیرینی حیات ما کجا یافتیم؟ در صبر یافتیم. میگه هم به علی بن ابی طالب رضی الله تعالی عنه میگه که الصبر من الایمان كالرأس من الجسد، یعنی صبر موضعش از ایمان مثل سر از جسد. جسد انسان بی سر تصور کردن میشد می؟ احوال زید خیل زید خوب سلامت گشته است، لیکن کلش نیست، بریدن کلش وای مرده. وای انا میخواد ایمان هم اگر صبر نداشته باشد وای ایمان نه. هم با رسول الله صلی الله علیه و سلم حدیث صحیحین اند، حدیث ابو سعید میگه که ما اعطی عبد عطاء خیرا و اوسع من الصبر. چون صبر خوشروترین و وسیع‌ترین و بهترین عطا یعنی هدیه برای بنده داده نشده است. از همه بزرگترین هدیه و عطا این چه بوده است؟ صبر بوده است. صبر. برای همین این حالتان انسان چی میکند؟ یعنی صبر میکند. این حالتان چیکار میکرد؟ هم با قرآن اند 90 موضع به چی اومده؟ صبر اومده. انسان نمیترسد. گفتیم که انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاء. این ترسی که میشد، آن ترسی که انسان یعنی برای همین از آدم ها ترسیده. هم به چی گفتیم؟ یعنی گفتیم که ترس مثلا چه ترس تقسیم کنیم. ترس مثلا چه میشد؟ از الله تعالی میشد. سون ترس شرکی میشد. ترس مثلا شرک اصغر حرام میشد. سون ترس طبیعی میشد. یعنی ترس حرام یا که مثلا شرک اصغر کدوم انسان از آدم ها ترسیده یک واجب سنت ترک میکند. اگر هم واجب دینت از آدم ها ترسیده ترک کنی، این چه میشه؟ تو شرک اصغر با افتادی، یک کار حرام انجام داده. برای انسان هیچ وقت از انسان ها ترسیده که سنت رسول صلی الله علیه و سلم ترک نکنیم، باید که چیکار کند؟ یعنی صبر کند. صبران یعنی چیز. نعم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و علی آله و اصحابه اجمعین.